یکی از پدیده‌هایی به نام نظریه دریافت در حوزه ادبیات ظهور کرد که 1970 اندیشمندان و فیلسوفان فرانسوی آلمانی به این نتیجه رسیدن که نقدی که تاکنون غالب بوده بر حوزه‌های ادبی نقد کهنه است و حالا یک حرکت جدیدی رو ایجاد بکنن و حلقه جدید و مکتب جدیدی رو بنیان گذاشتن و تحت تأثیر همه تحولاتی که در حوزه سیاست به خصوص مکتب فرانکفورت و بینش‌هایی که مکتب فرانکفورت مطرح کرده بود و نقدهایی که پوزیتیویسم و عقل ابزاری کرده بود و همچنین به دوگم‌های بسیاری از ایدئولوژی‌ها حمله ور شده بود، حالا نقد ادبی هم حرکتی رو انجام میده که به نام مکتب دریافت معروف میشه که مثلا تحت تأثیر دیدگاه‌های هایدگر، گادامر که البته تو حوزه زبان دیدگاه دیزاین هایدگر رو گادامر شاگردش ادامه میده و به حوزه‌های هنر نوشتاری و متن میکشونه و همچنین فیلسوفانی مثل ولفگانگ آیزر که مسئله سپیده‌های متن یا بلانکس رو مطرح میکنه که در بین دو خطی که نوشته شده یک بخش سفید همیشه بین دو خط و چیزها تو عبارتی که نوشته شده وسطش سفیدی هست و این سفیدی به عهده خواننده است که باید اینا رو پر بکنه و اون هم بر اثر دریافت شخصی خودش هست که از اون نوشته ها، اون چیزایی که نوشته شده از اونها تفسیر بکنه و اینجا بود که یک تفسیر دیگه افزوده شد بر تفسیرهای دیگه هرمنوتیک فلسفی وجود اومد و هرمنوتیک مدرن وجود اومد که خواه بنیانگذارش هایدگر هست و یه هرمنوتیک کلاسیک ما داشتیم که بیشتر نمایندش شلرماخر هست و کتاب‌های مذهبی رو تفسیر می‌کرده و میراث‌های تفسیر و تأویل کتاب‌های مذهبی بوده، از جمله کتاب مقدس که به دنبال این بودن که در نهایت برسن به این معنا، یعنی معنای نهایی برسن که خدا در نهایت چی گفته و مطلقاً اون چیزی رو که خدا گفته اونو به دست بیارن. این به عنوان هرمنوتیک کلاسیک مطرحه، ولی هرمنوتیک مدرن به دنبال این هست که زبان، خود زبان و خواننده و معطوف به خواننده است. حالا بر اساس دریافت‌های خواننده چه چیزهایی میتونه که به وجود بیاد. بعد این به هر حال میخواستن نتیجه رو به این نتیجه برسن که آخرین معنایی رو یا منظوری رو که خدا داشته چی هست. این وظایف هرمنوتیک کلاسیک بود. هرمنوتیک مدرن به دنبال این بود که خواننده چه تعبیرهایی رو میکنه، تعبیرهایی که از درون متن میاد به عهده خواننده است و دیگه در حوزه چیز مؤلف نیست، خاص مؤلف نیست، بلکه همونطور که گفتم فراتر از نیت مؤلف در متن مکانیزم هایی هست که باید این مکانیزم ها رو شناخت و معنایی که پراکنده است در متن به مرور پیدا کرد و هیچ کدوم اینها هم معنای نهایی نیستن و معنای نهایی هم وجود نداره. و این وظایف هرمنوتیک فلسفی و مدرن بود. و هرمنوتیک دیگری بود که بنیانگذارش چیز هست، پول ریکور هست، یکی از اندیشگران فرانسوی و فیلسوفان فرانسوی است به نام پول ریکور که بنیان هرمنوتیک انتقادی رو میذاره و او میگه تنها از نوشته های میشه مثلا معناهای جدید به دست آورد که سمبولیک نوشته شده باشن یا الیگوریکال باشن، وگرنه از نوشته های غیر از اینکه به این سبک نوشته شده باشن ما نمیتونیم که تأویل بکنیم.
ولی خب این منظور اینه که ما اگه بخوام تعبیر بکنیم در همونها در یک کار سمبولیک ما دنبال این هستیم که نیت مؤلف رو پیدا بکنیم، یا در یک کار الیگوریکال یا تمثیلی به دنبال این هستیم که بفهمیم نیت مؤلف چی بوده و حالا نیت مؤلف نمادها یا تمثیل‌هایی رو که در این حوزه‌ها به وجود آورده حالا هنر رو برگردون بکنیم به زبان جامعه شناسی و معادل‌های جامعه شناسانه اون کار رو به دست بیاریم. مثل همین که مثلا کار نیما رو از شب و شبتاب یا نمونه‌های کارهای سمبولیستا رو میشه اینجوری تعبیر کرد و منتها هنوز این حرکت به دنبال این هست که معنایی که مؤلف مورد نظرش بوده باز هنوز مؤلف خدا مطرح هست. اما هرمنوتیک فلسفی و مدرن مورد نظرش تعبیری است که خواننده به دست میاره، به تعداد خوانندگانش تعبیر وجود داره در هر متن. و این حرکت به سوی یک نظریه معطوف به خواننده رو هایدگر در نفی دیدگاه عینی هوسر، چون او به عینیت و حوزه پدیدارشناسی چیز میکنه و میگه همه چیزها در زایده ذهن انسان هستن، به هر حال اون با رد دیدگاه استادش هوسر، هایدگر پیشاپیش این مقوله رو مطرح میکنه که اون چی که وجود انسان رو متمایز میکنه دزاین آنجا بود ترجمه شده، دا یعنی آنجا و زاین یعنی بود، اینجوری ترجمه شده، ولی این ترجمه دقیق نیست و این نمیتونه مفاهیم رو برسونه. همچون که دکورساکسیون وقتی ما ترجمهش میکنیم میشه جابجایی کلمات، ولی هرگز اون خاصها و دیدگاهی و خوانشی رو که مورد نظر دریدا هست درش مستتر نیست. و در این ترکیب آنجا بود هم اون مفاهیمی که مورد نظر ما هست از کار هایدگر نمیتونیم با این ترکیب به دست بیاریم. و هر حال اینجوری این معنای ترجمه تحت لفظیه و میگه که آگاهی ما هم چیزهای جهان رو فرافکنی میکند و هم در همان حال به دلیل ماهیت وجود در جهان تابع جهانه. پس این آگاهی ما چیزهای جهان رو فرافکنی میکنه ولی در همان حال به دلیل ماهیت وجود در جهان، چون در جهان وجود داره، تابع جهانه. ما خودمون رو پرتاب شده در جهان میابیم و او میگه که ما ناخواسته به جهان پرتاب شدیم و خودمون نخواستیم، هر حال ما اینو انتخاب نکردیم و ما ناخواسته به جهان پرداخت شدیم در زمان و مکانی که انتخابش نکردیم. اما در همون حال تا جایی که ذهن ما اون رو فرافکنی میکنه دنیای ماست. ما هرگز نمیتونیم بینشی مبتنی بر تأمل انتزاعی رو بپذیریم و چنان به جهان نگاه کنیم که گویی از قله کوهی به پایین نگاه میکنیم. ما به ناگزیر با موضوع آگاهی خودمون در آمیختیم. اندیشه ما همواره در موقعیتی مشخص، مسئله موقعیت خیلی مهمه، چون این موقعیت مسئله موقعیتی هایدگر گادامر توسعه میده، در موقعیتی مشخص و لذا همواره تاریخی است. پس اندیشه ما همواره در موقعیت مشخص و لذا و در نتیجه همواره تاریخی است. هرچند این تاریخ بیرونی و اجتماعی نیست بلکه درونی و شخصی است. و این گادامر بود که در کتاب حقیقت و روش که 1975 منتشر میکنه رهیافت موقعیتی هایدگر رو در نظریه ادبی به کار بست و گادامر استدلال کرد که یک اثر ادبی به صورت بسته تشمیل شده و شسته رفته‌ای از معنا در جهان به وجود نمیاد و به جهان نمیافته و پرتاب نمیشه به جهان. معنای شسته رفته‌ای، معنا به موقعیت تاریخی مفسر وابسته است. یعنی در هر موقعیت تاریخی مفسری که اون چیز رو، اون اثر ادبی رو تعبیر میکنه و تفسیر میکنه، موقعیت تاریخی اون خیلی مهمه در پیدا کردن معنا. و به هر حال این گادامر بر نظریه دریافت هم تأثیری گذاشته. و آیزر و یوس یا یاس که اینها همون بنیانگذاران مکتب چیز هستن،
مکتب کنسانس که در دانشگاه کنسانس بنیانگذاری شده و اون سفیدی های متن رو آیزر مطرح میکنه و یوس آیزر این مثلا میشه گفت که شیوه جدیدی برای بررسی و خوانش ادبیات با اعتقاد داشتن بر اینکه شیوه های گذشته کهنه هستند و شیوه های جدیدی رو بنیان گذاشتن، این رو به وجود میاره و به عنوان نظریه دریافت مطرحش میکنن و ضبطش میکنن. و اما میرسیم دوستان به مقوله بسا مدرن.